أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل یا در اینجا قاف پیش دارد که با لام ساکن وصل می شود. دقیق باشید که لام ساکن را حرکت نتین. بعدا یا بالای الف ایستاده یک مد آمده که اندازه 3 الف 6 حرکت کش می شود. بعدا در اینجا های دو چشم آمده که از آخرین قسمت حلق تلفظ می شود، با لام ساکن وصل شده و را متوجه باشید که پر و سنگین ادا کنید. در اینجا نون زبر دارد اما در صورت وقف ساکن می شود. قل یا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. در اینجا حروف لام هم اندازه 3 الف 6 حرکت کش می شود. بعدا همزه با عین وصل می شود. عین متوجه باشید که از وسط حلق ادا کنید چون از جمله حروف حلقی است. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم در اینجا حروف لام را کش کنید. بعدا همزه با نون وصل میشه. بعد از نون ساکن حروف تا آمده. جمله حروف اخفاض باید در نون ساکن اخفاض صورت بگیرد. عابدون ما اعبد. در اینجا دو عین آمده که از وسط حلق ادا کنید و دال آخر را هم قلقله باید شود. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد. در اینجا حروف اللام باید کش شود. بعدا عابدم حروف عین را از وسط حلق عابدم دال دو پیش دارد که با میم مشدد وصل می شود. در میم مشدد اخفا صورت بگیرد، غنه صورت بگیرد. بعدا عبد عین از وسط حلق با مستقیم با تا وصل می شود و دال وسطی هم منسوخ می شود. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين.